شام 15 ایولی سال 2022 در شهرک پرگولوی نویه ویبورگ ولایت لنینگراد روسیه پلیس با راه اندازی عملیات پریخوت یک ماشین با 5 زاده تاجیکستان را که به لطکو و غارت یک هموطن خودشان متهم میشوند دستگیر کرد. پرگولوو در کنار شمالی شهر سنت پتربورگ جایگیر شده است. بنا به خبرها شام 14 ایول یک راهگذر به رقم 112 زنگ زده خبر داد که در پرگولوو 5 مرد ناشناس یک مرد دیگر را با کلتک لطکوب کرده سندهای او را کشیده گرفتند و سپس در یک ماشین تمغه فولکسواگن پولو فرار کردند. به این شاهد میسر شده است که رقم ماشین را هم بگیرد و به پلیس میدهد. پلیس زود در شمال پتربورگ عملیات پریخوت را اعلام کرد و الکی بعد 40 دقیقه ساعت 19 و 20 دقیقه ماشین تحت جستجو را 5 کیلومتر دورتر از جای حادثه در نزد ایستگاه متروی ازیورک من و افراد درون ماشین را دستگیر کنند. این 5 نفر هم زاده تاجیکستان بوده از 22 تا 33 سال داشتند. در ویدیویی که شاهدان ثبت کردند دیده می شود که کارمندان پلیس چند نفر را در پهلوی ماشین در روی اسفالت به شکم خوابانیدند. در نهایت تنها یک نفر آنها را به شعبه پلیس آورده به ضدش بر اساس قسم دوم ماده 161 کودکس جنایتی روسیه با اتهام غارتگری با استفاده از زوری پرونده جنایتی گشودند. به او کارهای اصلاحی به مهلت تا 5 سال و یا تا 7 سال زندان تهدید میکند. ساعت 18:40 به شعبه 49 پلیس جبر دیده هم مراجعت کرده است. معلوم شد که او هم زاده تاجیکستان بوده 32 سال داشته است. جبر دیده خبر داد که در نزد بنای رقم 13 در کوچه والری گاوریلین افراد ناشناس به او با کارد و چوب دست بیسبول حمله آورده سومکش را کشیده گرفتند و در یک ماشین تمغه فولکسواگن پولو فرار کردند. به گفته این مهاجر تاجیک او در سومکش شناسنامه 2 تلفن موبیلی، کارت‌های بانکی و همچنین 25,000 روبل پول داشت. پلیس اسناد مهاجر جبر دیده را هم تفتیش کرده است. معلوم شد که اسناد او قانونی بوده در خدمات مهاجرت رسما ثبت نام داشته است.